آخ اینم دیگه از آخرای این بیلد فوق العاده خوشگل و خفن که تو کامنت ها پیشنهاد داده بودید، گفته بودید رونالدو رو تو ماینکرافت درست کن و این هم از رونالدو که به صورت یه اسکین در آوردم. بریم ببینیم چی شده. به به، اینم از اسکین فوق العاده خفن کریستیانو رونالدو تو ماینکرافت با کیت نوستالژی رئال مادرید. خیلی پاش زحمت کشیده شده، خیلی واسه پیکسل بندیش زحمت کشیدم. پس حتما مثل دفعه قبل از 1 تا 10 به زحمتی که براش کشیدم، خلاقیت و کل این بیلد از 1 تا 10 نمره بدید تو کامنت ها و هر چیزی که دلتون میخواد من اونا رو بسازم حتما تو کامنت ها بگید. حتما اونا رو میسازم. فقط قبل از اینکه ویدیو تمام بشه خواستم بگم که من برای بیلد هر کدوم از این چیزایی که میگید خیلی زحمت میکشم. پس ممنون میشم همین الان 1 ثانیه وقت بذاری و سابسکرایب کنی. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí!